یه سری از توی ویدیو علت خاموش شدن بکلاک مانیتور رو براتون توضیح میدم. لطفا ما رو فالو کنید، اون زنگوله رو بزنید و لایک کنید و به ما نشید. خب برامون یه دونه مانیتور آوردن اینجا، میگه صفحش میره خودش میاد. آمو بگو ببینم چیه؟ بابا این رو همش باید ضربه بزنی تا بیاد. یعنی ضربه میزنی تو مغزش اینجوری میزنی روشن میشه. خب یه دونه برق بهش بدیم. الان میخوای برق بدی؟ بذار اینو الان خطرناکه. خب ولک اینجا برق میگیره میدرانمان. خطر نداره، روشن کن. اینو نه، اینو فقط میخوام نشون بدی. بیا صفحه رو میچرخونی ایول. بیا نگاه، یه دقیقه من استاپ کنم ببینم این کیه. بذار خب بزن دکمه، بزن روشن شه. البته الان دکمه روشن شد. خب ببین یالا که تصویر اومد. الان تصویر میاد. گفتی میزنی تو کلش، تصویر میاد. یه چند دقیقه وای میسی میبینی دوباره میره. بعد صفحه بکلایتش خرابه. این من میدونم دیگه، اینجوری میزنی میره. من بهت میگم این چش بسته. الان رفت، نگاه کن. الان رفت، برقم توشه و رفت. وایسا لامپ روشن کنیم ببینم چراغ قوه در دسترس نیست. چراغ قوه چی کار داری؟ خب برقشو بکش تا من یه توضیح برای بچه‌ها بدم. آمو اینو بخوابون، صبر داشته باش. میخوام اعمال قانون کنیم باش. این پیچا قاب اینجا رو باز کن. ما اینا رو قبلا باز کردیم ولی این یه دونه رو بستیم برای فیلم. باز میکنیم اینا رو باز کن. خب ببین این چیپستش اینجا میکروشه. این بقى قسمت تغذیه است. معمولا وقتی تغذیه برق کم میاره و خازنا باید نگاه کنید. دوستان نگاه کنید. این سالمه، این سالمه، این سالمه، این جاسمه، این جاسمه. اینجا زده بیرون. نگاه تنبونه زده بیرون. ببینید. بذار من چراغ قوه روشن کنم. چراغ قوه نور بنداز. صبر داشته باش. چراغ قوه کجایه؟ تو جیبم بود. بابا اینجایه. نور بنداز، قشنگ نور بنداز بچه‌ها ببین. نگاه کنید بچه‌ها فازمتو ببین. نگاه تنبونه زده بیرون. اصطلاحه. این باد کرده خراب شده. این خازنه با عوض شه. احتمالاً 400 ولت چیزیه. با حواست باشه. این عوض بشه درست میشه. ها نده. یه دقیقه من اینو چسبم زدم. ببین میتونی بلندش کنی؟ تو نمیتونی، من چجوری بلندش کنم؟ باید بلندش کنی دیگه، تو استاد بلند کردنی. ما دوباره این استوب کنم. وایسا. خب ببخشید بچه‌ها تلفن زنگ خورد، ما رفتیم جواب دادیم. این بالاخره بلندش کردی؟ بلند. الان راسته. چرا قوه کورمون کرد. چقدر بلنده؟ بذار ببینم ظرفیتش چنده. بده من. همین که بهت گفتم نگاه کنید بچه‌ها. زده 450 ولت 47 میکرو. این خازنای توی رنج 47 میکرو 4.7 4700 خرابش خیلی زیاده. این عوض بشه درست میشه. تمام. بریم برای تعویضش. میریم. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید، کامنت کنید، بفرستید واسه دوستاتون. او زنگوله رو هم بزنید که فیلم های بعدی که میذاریم براتون بیاد. ممنون. خداحافظ.